شاپ در یک فضای حالا خشک سرمایه‌گذاری سالیانه حالا 95 تا 6 به وجود اومد و در واقع هدفش هم این بود این بحث آنلاین بودن سرمایه‌گذاری‌ها رو توی کشور گسترش بده و اولین و بزرگترین مرکز سرمایه‌گذاری آنلاین تو ایرانه و توی آی بی شاپ برای همه سرمایه‌گذارانمون چه ریسک چه ریسک پذیر و چه با دیدای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت محصولات و خدماتی داریم برای ارائه و یک پلتفرم جامعی که همه راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری رو میتونن تو آی بی شاپ ببینن، بررسی کنن و یک سرمایه‌گذاری مطمئنی شروع بکنن. CRM آی بی شاپ و جاییه که ارتباط با مشتری اونجا شکل میگیره و خب این از اول تأسیس آی بی شاپ یک بخش مهمی برای خود آی بی شاپ و مجموعه تامین سرمایه تمدن. بحث CRM و داده محور بودنش خیلی واسه ما حائز اهمیت برای اینکه میتونستیم تجربیات مشتریانمون در خصوص سامانه رو و پین پوینت ها رو و نقطه تماسایی که با ما دارن رو همیشه بهبود بدیم. به خاطر همین ما سراغ CRM داده محور رفتیم و دنبال توسعه این بخش از شرکت. خب ما 1 میلیون مشتری داشتیم، یعنی بالای 1 میلیون مشتری داشتیم و خب برای مدیریت کردن این مشتری‌ها و اطلاعاتی که این مشتری‌ها داشتن، موقعی که تماس می‌گرفتن، موقعی که مراجعه داشتن، موقعی که تشریف می آوردن به صورت حضوری، ما بالای 15-16 تا شعبه داشتیم. خب باید ما با یک وسیله‌ای به وسیله یک نرم افزار اینها رو مدیریت می‌کردیم و خب تحقیق کردیم، متوجه شدیم که بهترین راهکار اینه که از نرم افزار CRM استفاده کنیم. خب در واقع ما یه نرم افزار CRM تهیه کردیم که بتونیم از اون استفاده کنیم، ولی متاسفانه با اون کور سیستم ما، با کور اطلاعات مشتری ما متاسفانه نشد که سینک بشه و یه تجربه ناموفق بود. بعد اون تجربه ناموفق تصمیم گرفتیم که یه نرم افزار CRM رو پیدا بکنیم که در واقع قابلیت سفارشی سازی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون بشه شبیه ما و شبیه فرآیندهای ما، نه ما بشیم شبیه فرآیندهای اون. در نتیجه ما سامانه‌های مدیریت رو پیدا کردیم که نرم افزارشون تونست خیلی ویژگی‌های ارزشمندی به ما بده. از جمله اینکه تونست خیلی قشنگ در واقع با کور سیستم ما مچ بشه و دیتای مشتری سینک بشه. حالا هر اطلاعاتی که ما می‌خواستیم، از کد ملی مشتری بود، نام خانوادگی مشتری بود، یونیک کد ملی مشتری بود، اینها رو در لحظه و به کسری از ثانیه سینک میشد. حقیقتا هر شرکتی مثل شرکت آی بی شاپ که با تسک‌های وسیع روزانه سر و کار داره نیاز به سامانه مدیریت فرآیندی هست که بدونه هر نیازی مشتری در چه زمانی و تا چه مرحله بهش پاسخ داده شده. خب اینم تو آی بی شاپ واسه ما خیلی مهم بود و ما با سیستم تیکتینگ که حالا تو سامانه وجود داره هر درخواست مشتری رو به صورت تیکت ثبت می‌کنیم و تا آخرین مرحله همکاران من موظف هستن که پاسخگوی اون مشتری باشه و خب خدا رو شکر این باعث شده هم رضایتمندی مشتریان بره بالا و هم زمان انجام درخواست‌های مشتری کاهش پیدا کنه که خب این یک دستاوردی واسه مجموعه آی بی شاپ در راستای افزایش رضایت مشتری. ویژگی بعدی که داشت این نرم افزار تونست با در واقع کانال‌های ارتباطی ما یک پارچه بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مشتری اگر به صورت حضوری مراجعه می‌کرد یا اگر تماس می‌گرفت یا اگر از چت آنلاین ما یا از ایمیل ما استفاده می‌کرد، میتونستیم دیتاشو تجمیع یک جا به صورت یونیک روی کد ملیش داشته باشیم. در واقع کنترل سوابق مشتری، مراجعه مشتری رو ما تونستیم از این استفاده بکنیم از این ویژگی و داشته باشیم. یه ویژگی جالبی که این نرم افزار برای من داشت این بود که توانایی گزارش سازی داشت بدون اینکه دانش آیتی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به هر مدلی که بخوای میتونی از این نرم افزار گزارش بگیری. اون چیزی که
خودت میخوای و نیازتو مرتفع میکنه. مثلا به طور مثال من میخواستم ببینم توی بازه مشخصی علت مراجعه مشتری به ما چیه و خب اگر میخواستم از این دیفالت گزارش ها استفاده بکنم شاید دیتای مطلوبی به هم نمیداد. اما خب این ویژگی جالب این نرم افزار این بود که هر آنچه که باید و شاید و اونجوری که میخواستم به من گزارشاتم رو ارائه میداد. 5 ساله که حدوداً ما با هم دیگه همکار هستیم. برای من که تا اینجا تجربه بسیار شیرینی بوده. مهمترین نکته‌ای که در واقع برای من خیلی مهمه و فکر میکنم برای همه این مهم باشه این در دسترس بودنه هستش که ما به آنی میتونستیم با هم دیگه ارتباط بگیریم. انگار که اگر تا الان که مشکلی نبود ولی اگر یه مشکل خیلی کوچیک و ریزم بود انگار که برای خودشون پیش اومده بود، یعنی به محض این که اطلاع پیدا میکردم بابت این انگار که مشکل خودشونه و این خب خیلی برای ما ارزشمند بود و تجربه بسیار شیرینی بود برای من. شرکت سامانه های مدیریت برای آیبی شاپ یه تکیه‌گاهه، در واقع تکیه‌گاهی که همیشه پشتش ایستاده و پشت تیم ما بوده.